بسم الله الرحمن الرحیم. خب به جلسه چهارم از سیمای حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها رسیدیم، سیدت نساء اهل جنه. تا اونجا رسیدیم که امام ذهبی در سیر اعلام النبلا نقل کردی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم یه روز رفت پیش حضرت فاطمه، دید بله مثلا گردنبند و مثلا دستبند اینو چیزها از طلا داره و گفتش که اینا از کجاست؟ گفت بله همسرم ابوالحسن علی رضی الله عنه برام خریده، هدیه آورده اینها. دیگه خب حالا شرایط بودی، شاید وضع حضرت علی کمی بهتر شده بوده. بعد پیامبر میگه فاطمه آیا تو خوشحال میشی که مردم بگن این فاطمه دختر محمد و در دستهاش زنجیرهایی یا سلسله‌هایی از آتش جهنم وجود داره؟ و پیامبر بر میگرده و بیرون میره. بلافاصله حضرت فاطمه میره این دستبندها و این گردنبند طلا رو میفروشه، باهاش غلامی رو میخره، یک بالاخره برده غلامی چیزی رو میخره، اونو در راه خدا آزاد میکنه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که این ماجرا رو دید و خبر شد و شنید، گفت الحمدلله الذی نجا فاطمه من النار، شکر خدا که خداوند فاطمه رو از آتش جهنم نجات داد. اینا یک نکات خیلی خاص و ویژه درش خوابیده. ای کاش که ما میتونستیم درک بکنیم. یعنی واقعا وقتی کسی در رأس و قله حرم دعوت قرار میگیره، وقتی محمد رحمتا للعالمین میشه، ببینیم بر خانواده و همسران و نزدیکانش چه داره میگذره، فرزندانش. ولی حضرت فاطمه در اوج زهد و ورع و تقوا بود و خب طبیعیه که ایشون دختر سید زاهدان دنیا هست، سید عابدان دنیا هست، سید اهل ورع دنیا رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. حتی جایی که چرا که ایشون شنیده بود ای فاطمه دختر محمد، هر چی میخوای به من بگو بدم بهت از این دنیا، ولی بدون که در آخرت هیچی رو نمیتونم از تو دور بکنم. یعنی پیامبر برای دختر خودش نمیتونه در آخرت چیزی رو دور بکنه از خودش، عذابی رو دردی رو. یعنی خواهد نشون بده که هر کسی مسئول اعمال خودشه. طبیعی دختر چنین شخصیتی باید چنین پرورش پیدا بکنه و هرگز به دنیا این چنان توجه نکنه که بنده و غلام دنیا بشه. رو همین اساس هست که ایشون تمام تلاش و جدیت خودش رو میکنه که در زندگی دنیا زندگی بکنه بدون اینکه خدایی نکرده غلام این دنیا بشه، کنیز این دنیا بشه و به دنبال رضای خدا و رضای رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشه، جزو کسانی باشه که خداوند میگه اولئک هم الفائزون. بله حضرت فاطمه زهرا در فضل و در زهد به مقامی رسید کسی از زنهای نسل خودش به اون مقام و منزلت نرسید. در صداقت و پاکی و در منزلتی که نصیبش شد و خب ایشون باید شبیه پدرش باشه، تا جایی که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها نقل میکنه که میگه خیلی نکته خیلی مهمه. نگاه کنید روایت رو ام المؤمنین عایشه داره نقل میکنه. جالب قالب این روایت ها رو ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها نقل میکنه، نشون میده که بین اینها چگونه بوده محبت و پیوستگی و صداقت و پاکی. و این یک نکته یک کسی شاید تا به حال نقل نکرده باشه. ام المؤمنین عایشه میگه به ما رأیت احدا کان اصدق لهجه من فاطمه، من هیچ کسی رو در لهجه و در گفتار صادقتر از حضرت فاطمه ندیدم الا ان یکون الذی ولدها، مگر کسی که فاطمه فرزند اون هست، یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. یعنی بعد از پیامبر کسی رو برتر در صداقت گفتار و رفتار ندیدم و همین در حسن صداقت و منزلت صداقت نسبت به حضرت فاطمه و اینی که ایشون داره چه منزلتی در این روایتی که ام المؤمنین عایشه نقل میکنه کفایت میکنه. اما ببینید حضرت فاطمه در میدان جهاد چگونه هست؟ آیا ایشون هم در میدان جهاد مثل سایر زنان حضور داشته، حتی مثل امهات المؤمنین؟ بله میبینیم که ایشون هم در صحنه‌های متفاوت حضور داره. یکی از این صحنه‌هایی که در تاریخ نقل شده غزوه احد هست، در اون شرایطی که حساسی که واقعا بارها و بارها ما نقل کردیم از حساس‌ترین لحظات تاریخ دعوت اسلامی هست، در حالی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دندانهاش میشکنه، زره در سرش حلقه ها فرو میره و خون از چهره مبارکشون سرازیر هست و خب این خون داره سرازیر و ایشون آسیب دیده و صحابه تعدادی که شهید شدن، تعدادی به شدت مجروح شدن در دفاع از رسول خدا صلی الله علیه و سلم. حضرت فاطمه خودشو میرسونه و اینجا ما میبینیم که حضرت فاطمه برای اینکه خون
پیامبر خونی که از چهره سرازی شده از زخم‌ها رو بند بیاره، هرچی میشورن شست پاک بند نمیاد، تکه حسیری رو آتیش میزنه و اون خاکسترش رو بر اونجا نقل میکنه. امام بیهقی نقل میکنه در اون صحنه که میگه زنان، نگاه کنید خیلی نکته جالب، میگه زنانی از مهاجران و انصار بالاخره در اون میدان جنگ بودن که آب می آوردن، غذا میدادن، رو پشتاشون حمل میکردن و برای مجاهدان می آوردن. حضرت فاطمه رضی الله عنها بنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم مثل همین زنها آب و غذا می آوردن و مجاهدان میدادن و زخمی ها رو مداوا میکردن. وقتی که ایشون پدرش رو در اون صحنه دید که این گونه خون داره مثلا سرازیر هست، پدر رو در آغوش گرفت و شروع کرد خونه ها رو از چهره پدر پاک بکنه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در اون حالت دیگه به شدت عصبانی بود، گفت که قوم اشتد غضب الله علی قوم دموا وجه رسول الله صلی الله علیه و سلم، خشم خدا بر قومی است که این چنین چهره رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو خونی کردن. و سهل ابن سعد نقل میکنه رضی الله عنه از حضرت فاطمه در اون صحنه، میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم مجروح شده بود، دندانهای رباعی رسول الله شکسته بود و خب این حلقه های کلاهخود فرو رفته بود بر پیشانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم. دختر رسول خدا صلی الله علیه و سلم حضرت فاطمه اومده بود و هی این خونها رو میشست، حضرت علی آب میریخت، خونها رو میشستن تا خون بند بیاد، اما این خونها بند نمیمد تا اینکه فاطمه دید هیچ چاره‌ای نداره جز اینکه تکه حسیری رو گرفت، آتیش زد و اون رو خاکسترش رو گذاشت رو زخم و اون محل رو بست تا خون بند اومد. و در همون غزوه هست، در همین غزوه احد هست که سیدنا حمزه رضی الله عنه شهید میشه، شیر خدا و شیر رسول خدا صلی الله علیه و سلم. خب حضرت فاطمه، حضرت علی و خب اینا همه هم محبت و هم دوستی و هم یاری هم فامیلی، همه مواردی که وجود داره میبینید که در غم و اندوه فرو میرن. اما این میدان زندگی است که ما باید عبور بکنیم و اونها به خوبی میدونن چگونه باید این مسیر رو طی کرد. میبینیم حضرت فاطمه در غزوه خندق مشارکت داره، در غزوه خیبر مشارکت داره و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در غزوه خیبر 85 وسق، یعنی مقدار اون پیمانی بود که از اون گندم هایی که از خیبر غنیمت گرفته بودن سهم حضرت فاطمه شد که به ایشون داد. حتی در غزوه فتح یا اون فتح مکه میبینه حضرت فاطمه حضور داره و در این مسیر که میرن جالبه، ابو سفیان ابن حرب که قبلا ما داستانش رو نقل کردیم اومد پیش فاطمه. بالاخره خب نسبت فاطمه با فاطمه داشت، حتی نسبت به حضرت پیامبر گفتیم ابو سفیان ابن حرب نسبت نزدیکی با پیامبر داشت. گفت آی فاطمه تو من رو پناه میدی در بین این مردمان؟ چون رسمی که بود. فاطمه گفت نه من زنم این کار رو انجام نمیدم. خب ایشون به خاطر اینکه میخواست خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم تصمیم بگیره و هم پیامبر هم میخواست که به اون مرحله برسه که بالاخره داستانش که یادتون باشه میتونید مراجعه کنید به یوتیوب و داستان ابو سفیان ابن حرب رو نگاه بکنید. بعد میگه که خب به پسرت حسن بگو که اون منو پناه بده. میگه نه پسرم به اون سنی نرسیدی که تا بتونه کسی رو پناه بده، بالغ نشده. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بالاخره حالا میخوام بگم این صحنه ها و تصاویر و حضور نشون میده که ایشون در این صحنه ها و میدان های حرکت و جنگ و نبرد و جهاد حضور داشته. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وارد مکه میشه و حتی نقل شده که حضرت فاطمه بالاخره با لباس خودش ستری برای پیامبر فراهم میکنه که پیامبر اونجا بالاخره غسل میکنه، مثلا اون مراسمی که هست و از 8 رکعت پیامبر نماز میخونه. و در جنگ موته هم میبینید که خب پیامبر 3 نفر از یاران خودش و از برگزیدگان خودش رو برای جهاد میفرسته برای غزوه موته که یکی پس از دیگری شهید میشه که خب یکی از اینها که جعفر ابن ابی طالب برادر حضرت علی پسرعموی حضرت فاطمه و این هم خب نشان دهنده این شرایط حضور اینها در تمام این رنج ها هست که حتی پیامبر میگه که برای آل جعفر غذا درست بکنید چرا که اینها امروز در مصیبت و عزا هستن و دیگه بهشون برسید، نذارید اینجوری تنها بمونن. خیلی جالبه که یسن لآل جعفر طعاما حیث شغلوا عن انفسهم مما مصابهم، به خاطر مصیبتی که رسیدن. امروز برعکسه، کسی ازش میمیره همش در فکر که مهمانداری و غذاداری و مراسم و رستوران و تالار و این ور اون ور، ولی در واقع ببینید در سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کسی از دست میداد و دچار عزا بود، عزادار بود،
تو اون 2-3 روز اگر کسی میرفت یک تسلیتی میگفت، زیاد اونجا سعی میکرد که مزاحمشون نشه، فقط در حد تسلی برمیگشت دعای مغفرت و فامیل ها، اقوام، نزدیکان براشون غذا آماده میکردن، مشکلاتشون حل میکردن تا اون 2-3 روزی که حداقل 2-3 روز اول عزا هست مشکلی رو پشت سر نذارن. جالبه که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایتی که امام بخاری، امام مسلم، ابو داوود نقل کرده، سوال شد ای الناس احب الیک، چه کسی از مردم نزد تو محبوب تره؟ ایشون فرمود فاطمه. امام ذهبی هم این رو نقل کرده که کان احب الناس نساء الی رسول الله صلی الله علیه و سلم فاطمه و من الرجال علی، و محبوب ترین از اینها باز از مردان کی بود؟ حضرت علی. با هم تا همینجا این بحث رو داشته باشیم. این سیمای حضرت فاطمه رو، ادامه داستان و سیمای حضرت فاطمه رو به جلسه بعد واگذار میکنیم. همه شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.